وقت شما عزیزان بخیر باشه. خب همونطور که حالا پست گذاشته بودم توی لینکدین واسه نظرخواهی، میخوام امروز برای شما یه اتک جالب داشته باشیم به ماشین M87. این ماشین من یه توضیحاتی راجبش قبلش بدم. ببینید ما یه سایتی داریم به اسم فالن هاب. این ماشین یکی از اون ماشین های آسیب پذیری هست که توی سایت والن هاب قابل دسترسه، یعنی تمام شما عزیزان میتونید برید این رو دانلود کنید و حالا اگر که نیازی دارید که تست روی ماشین آسیب پذیری انجام بدید عوض تست روی محیط ریال، شما میتونید اینجا این تستتون رو انجام بدید حالا روی این ماشین آسیب پذیر. اینا یه سری ماشین هستند که آسیب پذیری متفاوتی ممکنه داشته باشن و شما میتونید توی حالت ریل ورد یه مثل انگار این که شما مثلا میخواید یه فلگی رو بگیرید و یه چند تا آسیب پذیری رو تست بکنید، باشون کار رو پیش ببرید. ببینید اینجا ماشین های متفاوتی داره. حالا من خودم تا جایی که تست انجام دادم و تونستم سیتی و فلگ هاش رو بگیرم، ماشین بریک ترو ماتریکس بوده و عذرخواهی میکنم ماتریکس بریک اوت بوده و N7 بوده و نپینگ و همینطور نامپ. حالا امروز با هم دیگه میخوایم این ماشین M87 رو فلک هاش رو بگیریم و یه چند تا مورد آسیب پذیر رو با هم تست بکنیم. خب ببینید برای شروع کار من ابتداً چون شما این ماشین رو میگیرید و روی حالا سخت افزارتون روی VMware هست، عذرخواهی میکنم VMware تون روی سخت افزارتون هست و میاد روی VMware این رو لودش میکنید یا حالا روی ویچوال باکس، اون لحظه به شما هیچ IP نمیده. این ماشین صرفا فقط برای شما یه OVF میاد بالا و بهتون صفحه لاگین رو نشون میده و اصلا بهتون نشون نمیده که الان شما میخواید لاگین بکنید پسوردش چی هست یا حالا غیره. ابتدای کار ما میایم یه دونه نت دیسکاور میذاریم با دستور نت دیسکاور تا ببینید توی رنج شبکتون این ماشین آی پیش چند. حالا ببینید معمولا این ماشین های آسیب پذیر یه سری هینت ها هم بهتون دادن. من اگر بتونم مجدد بیام اینجا و این ماشین رو اسمش رو بزنیم، ببینید هینتی که توی این دانلود این ماشین داده، اگر که من درست خاطرم باشه هینتش باید همینجا پیدا بکنید. ببینید یه هینت بهتون میده اینجا واسه هک کردن این ماشین که آقا ببینید اینهاش بهتون میگه که فازینگ باید شما روی این ماشین انجام بدید. فازینگ چی هست؟ من الان بهتون بگم. ببینید توی مرحله دیتا گدرینگ یا ریکانسنس وقتی شما میخواید یه IP آدرس رو ریکان انجام بدید روش، خیلی کارها میتونید انجام بدید. یکی از اون کارها همین عملیات فازینگ هست. مثلا بیاید شما تست بکنید روی خدمتتون عرض کنم که سایت مقابل یه تست انجام بدید، ببینید جواب بهتون میده. ببینید وقتی دارید تست میکنید اگر چیزی بنویسید توی URL بهش برگردونید آیا بهتون اروری میده. ما هدفمون اینجا پیدا کردن اون انومالی هایی هست که بعضی از سایت ها و یا حالا اون سرورهای اونها که اینها رو میزبانی میکنن دارن، آسیب پذیری هایی که دارند. معمولا اینها روی یا آپاچی بارگذاری شدن یا حالا روی آیای
اس یا حالا روی انجینیکس. اینا معمولا ورژن هاشون یه سری آسیب پذیری ها داره که ما اینجا میخوایم پیدا کنیم. این هینتی که این بنده خدا داده، حالا اگر یه آدم کاربلد این هینت رو ببینه احتمالاً با خودش خیال میکنه که این ماشین آسیب پذیری SQL داره. حالا به اونجا میرسیم. ببینید ما تا این حدود توی این صفحهش پیش رفتیم. بذارید ما بیشتر از این جلو نریم. یه انمپ من روی این ماشین میذارم ببینیم که روی این ماشین چی داریم. انمپ یکی از اون ابزارهاییه که واقعا به حوزه ریکانسانس کمک میکنه. خب ببینید اینجا خیلی جالب شد. ما روی پورت 80 TCP و 9090 این IP یه سری خدمتتون عرض کنم سرویس داریم. حالا اجازه بدید که من مجدد این مپ رو برای این IP لود بکنم. فقط این بار و یه دونم اسکن فول پورت براش بذارم. خب بریم تا این انجام بده و برگردیم. خب عزیزان ببینید همون جوری که میبینید ما یه اسکن فول پورت توش گذاشتیم با فلک های SS و SB و SC. حالا خیلی اون عزیزانی که دوست دارن بدونن این فلک ها چه کاری انجام میده میتونن که توی گوگل این رو حتما راجبش یه مطالعه و سرچی داشته باشن. خدمتتون عرض کنم ببینید ما اینجا با توضیحات بیشتری حالا داریم که پورت 80 ما آپاچی داره و اینکه خب آپاچیش ورژنش 2.4 هست. ببینید توی مرحله ریکانسانس وقتی شما یه انمپ میذارید روی یه آی پی و به شما داره با ورژن میگه که روی این پورت چه سرویس و با چه ورژنی داره اجرا میشه، خیلی راحت شما میتونید برای اینکه ریکان بیشتری انجام بدید از این واژه های کوچیک نگذرید. ببینید بیاید اینجا و خیلی ساده این رو اینجا بذارید و در رابطه باهاش یه سری تحقیق داشته باشید. ببینید که آیا اکسپلویتی داره، آیا آسیب پذیری روش هست. خدمتتون عرض کنم معمولا میبینید از این طریق شما میتونید یه سری آسیب پذیری ها توشون پیدا بکنید که به کارتون میاد. مثل اینجا ببینید ورژن رو وقتی میزنید آپاچه خودش گفته که ورژنشون چه آسیب پذیری داشته. ببینید اینجا رو CVE 25 یعنی CVE 2025 با شماره 54090. خب شما این رو خیلی راحت میتونید سرچ بکنید و آسیب پذیریش رو پیدا کنید. حالا الان در حال حاضر من به این کار ندارم. ما بعد از این حالا بهتره که ببینیم که توی این پورت 9090 این سایت چه خبر. خب ما اینجا ببینید ما این صفحه رو پیدا کردیم و خب ببینید مسئله های اهمیتی که اینجا هست اینه که ما نیاز داریم بدونیم چه صفحات دیگه ای توی این سایت هست. یه اکتیو اسکن دیگه هم برای ریکانسانس البته توی مرحله اکتیو اسکن ما میتونیم روی این سایت انجام بدیم با نیکتو. ببینیم که
خب ببینید از این بالا وقتی شما نیکتو شما کارش رو شروع میکنه یه سری صفحات برای شما پیدا میکنه. یه صفحه اینجا برای من پیدا کرده به اسم ادمین /admin، یعنی من الان میتونم برم توی این آدرس /admin به این شکل. بذارید من اینجا بذارم، این IP از اینجا برش دارم. و به اول این اضافهش بکنم. خب فکر میکنم این ادمین و این ادمین ایندکس PHP با هم یکی هستن صفحاتشون. حالا من اینجا هم بیام یه فازینگی روش انجام. آها ببینید ما اینجا داریم یه جوابایی توی URL برمیگردونیم، یعنی داره به ما ریسپانس رو توی URL هم بهمون نشون میده. حالا ما میتونیم اینجا هم یه سری فازینگ رو انجام بدیم، ببینیم که تو عملیات فازینگمون اینجا چه آسیب پذیری داریم. ببینید خیلی باحال. این بالا اگر من آیدی رو 2 بذارم اسما تغییر میکنه که اینها فکر میکنم اسم یوزر هست. خب اجازه بدید که حالا که ما اینو پیدا کردیم بریم ببینیم چی کار کنیم که این ارور بده. قشنگ داره به ما ارور SQL برمیگردونه. خب ببینید الان ما یه ارور داریم توی SQL سینتکسمون. خب من این از اینجا برش میدارم، میایم و SQL map رو ران. ببینید SQL map چیکار میکنه. SQL map میاد اول یه سری آسیب پذیری رو تست میکنه تا اینکه ببینید چه جوابی برمیگردونه بهش. در نهایت بهتون ورژن SQL map و اینکه آیا آسیب پذیر هست رو بهتون میده. ببینید وقتی اینجا بهتون میگه که SQL mapش MySQL هست و ورژن 5.12، خب ببینید این ورژن از قبل میدونم این ورژن آسیب پذیره و اینجکتبل هم هست و میشه که روی این خدمتتون عرض کنم که آسیب پذیری کار کرد. حالا ما در اینجا میایم یه ذره بیشتر با اسکیل مپ روی این آدرس کار میکنیم تا ببینیم که چه چیزهای دیگه بیشتر میتونیم از این آدرس ما در بیاریم. بذارید ببینم من میتونم روی این یه شل OS بگیرم. ببینید اینجا به ما وارنینگ میده و نمیشه این کار انجام داد. خب اجازه بدید ببینیم که ببینید دیتابیس هایی که این داره. دیتابیس ها 4 تا دیتابیس به نام DB، Information Schema، MySQL و Performance Schema. خب اجازه بدید ببینیم که توی این دیتابیس هاش از بالا چه چیزهایی میشه پیدا کرد. ببینیم که دیتابیس DB شما دام بگیریم. من یه ایراد داشتم توی سینتکسم که اینو درستش بکنم و خب خیلی جالبه. ببینید ما توی دیتابیس DB این یه جدول داریم که یوزر و پسورد های ما هست.
توی بحث خدمتتون عرض کنم که ریکان، موقعی که شما به یه همچین مواردی میرسید که میتونید یه سری دیتا اکسترکت بکنید که خب از تو دیتابیس این سایت هست، چون ما هنوز فلگ اولمون رو نگرفتیم و نیاز دارید که خدمتتون عرض کنم که این دیتای ریکان خودتون رو در جای نگهداری بکنید. بهتر هست که وقتی یه همچین دیتایی رو به دست میارید بیایید و اون دیتا رو در جایی نگهداری بکنید که بعدا بتونید ازش استفاده بکنید. ببینید توی ابزارهایی مثل حالا متاسپلویت، مثل انمپ یا باقی ابزارها، موقعی که شما میخواید بروت فورس، عمل بروت فورس رو انجام بدید، این پسورد ها به کارتون میاد، این یوزر نیم ها به کارتون میاد. میتونید اینها رو توی فایل txt با ابزار نانو بیایید مثلا برید توی مسیر هوم سم. خب حالا مثلا بیاید یه فایل ایجاد کنید اینجا به اسم user.txt و این یوزر نیم ها رو بریزید اینجا و حالا ذخیرش بکنید و ازش بعدا استفاده بکنید. و همینطور پسورد ها رو هم به همین شکل شما میتونید بیایید و جداگانه در جای نگهداری بکنید. حالا من این عمل بروت فورس رو چون زمان بر هست قبلا انجام دادم روی این هاست و سعی میکنم که فقط صرفا یه سری توضیحات راجبش خدمتتون ارائه بدم. ببینید ما در اینجا یه سری یوزر و یه سری پسورد به دست آوردیم، اما کار ما به اینجا تمام نمیشه. ما باید ببینیم دیگه چه چیزهایی میتونیم از توی این آدرس بیاریم بیرون. خب بذارید بعد از اینکه ما این دیتابیس رو دامپ کردیم ببینیم که میتونیم از این طریق یه سری فایل رو هم بخونیم یا نه. ببینید توی ویندوز پسورد ها و لاگین ها داخل فایلی به اسم سم ذخیره میشن. توی لینوکس به این شکل نیست. توی لینوکس میاد میره توی مسیر etc پس wd. ما میایم و این رو تست میکنیم ببینیم که بهمون چیزی برمیگردونه یا نه. ببینید اینجا اگر توجه کنید یه فایل برای ما اومد گرفت و ذخیرش کرد که همون فایل اصطلاحاً دام شده هست که از این دستور فایل ریدمون توی etc پس wd گرفت. یعنی همون فایل پس wdش رو حالا انگار برای ما گرفته و آورده. ما این رو کت بگیریم ببینیم که اینجا چی داریم. خب ببینید اینجا ما هش پسوردی پیدا نمی کنیم. یه سری یوزر هم هستن که نو لاگین هستن. خب اجازه بدید من مجددا نو لاگین رو بعد بریم نو لاگین ها. خب ببینید ما با دستور گرپ اومدیم این نو لاگین ها رو حذف کردیم و اونهایی که صرفا فقط لاگین داشتن رو به ما داره نمایش میده. اگر توجه بکنید یه یوزر به اسم MySQL هست که مربوط به همون SQLیه که ما چند دقیقه پیش ازش یه دیتابیس کشیدیم بیرون. خب زیاد اهمیت خاصی برای ما برای اتک زدن به این ماشین نداره. یه یوزر داریم به اسم چارلوت، UID 1000 هم هست. مشخصا UID ادمین نیست. یوزر ادمین UIDش صفره، اسم روت با مسیر بینبش فایل اجرایی خودش. حالا ما این یوزر چارلوت رو اینجا برمی‌داریم. اینجا تست بگیریم اینا رو. میایم اینجوری
دونه دونه تست میکنیم ببینیم که رو کدومشون جواب میده این کار. که میگم این کار رو با بروت فورس هم ما میتونیم انجام بدیم، یعنی عمل بروت فورس هم با این هیچ تفاوتی نداره. بروت فورس مکانیزمیه که میاد خودش اتوماتیک اینها رو براتون تست میکنه و اون یوزر پسوردی که درست هست رو به شما میده. توی این کار هم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. شما یوزر رو انتخاب میکنید و اینجا میندازید و تست میکنید که ببینید آیا میتونید لاگین بکنید یا خیر. ببینید مثلا خیلی ساده، شما نیاز دارید یه دونه ادمین داشته باشین و پسوردی که توی جدول بهش تخصیص شده تا ببینید میتونید لاگین بکنید یا نه. خب ما در اینجا در حال حاضر، خب به خاطر اینکه من این بروت فورس رو قبلا تستش کردم، یوزر چارلوت رو برمی‌داریم. به جز این صفحه ما یه صفحه دیگه هم داشتیم اگر خاطرتون باشه که با پورت 9090 باز میشه. میایم و پسورد هایی که توی این جدول به دست آوردیم رو با یوزر چارلوت میایم روی فایل تکست روی این صفحه تستشون میکنیم که در اینجا موفق این پسورد واسه این یوزر موفقیت آمیز بوده و خب لاگین هم شده. حالا بعد از اینکه ما لاگینمون رو انجام دادیم، اینجا باید نگاه کنیم ببینیم چه چیزهایی به دردمون میخوره. در اینجا تنها چیزی که نظر من جلب میکنه خب این ترمینال. خیلی جالبه، اینجا ما یه دونه ترمینال داریم که باز هست و دسترسی داره و میتونیم ببینیم که اینجا چه خبره. اینجا یه فایل بهمون داده که ببینید این میشه فلگ اول ما. این ماشین اگر که درست خاطرم باشه 2 تا فلگ داشت. حالا باید ببینیم دیگه اینجا چه چیزهایی داره. خب ما اینجا یه دونه پکیج داریم روی این ماشین که پکیج قدیمی داریم که اکسکیوتیبل هم هست، یعنی در قابلیت اجرا شدن داره. ببینیم که چه قابلیت هایی رو شامل میشه این پکیج. خب خیلی جالبه. ببینید پکیجی که اینجا پیدا کردیم ما قابلیت اینو داره که بتونه UID خودش رو تغییر بده. یعنی الان اگر خاطرتون باشه UID چارلوت UID ادمین نبود، UID 1000 بود. پکیجی که روی این یوزر دسترسی داشته و روی این ماشین هست این قابلیت رو داره که بتونه UID خودش رو عوض کنه. ببینید این پکیج رو ما باید بیایم یکم باش بازی کنیم تا ببینیم که ازش چه چیزهایی میتونیم به دست بیاریم. خب بله، اجازه بدید که ببینیم که توی این پکیج چی هست. خب پکیج ما یه پکیج پایتونیه با ورژن 2.7 که ما اینجا
میتونیم از این طریق خب بذار یه بار دیگه من این رو پورت او اس انجام بدم. ببینیم که بینبش ببینید ما موفق شدیم با اون دستوراتی که توی پایتونی این کار میکنه به این پورت او اس بزنیم و خب ست یو آی دی بکنیم و یو آی دی رو از 1000 به 0 تغییر بدیم و بتونیم با او اس سیستم بینبش بگیریم به یوزر روت. خب ببینیم که توی یوزر روت دیگه چی داریم ما. یوزر روت، خب ما بریم توی هوم یوزر روت. فلگ آخرمون هم که اینجاست و خب عزیزان این هم از CTFی که بهتون قولشو داده بودم. امیدوارم که لذتشو برده باشین. موفق باشین. خدا نگهدار.